اینک چند ماه با ساکنان تاجیکستان از پیوسته کشته شدن برق در فصل تیرماه و اینک حتی در زمستان شکایت میکنند. شرکت برق تاجیک که در ماه اکتبر برق کشی ها را به ضرورت انجام کارهای پروفیلاکتیکی و بعداً به کم شدن سطح آب در آبانبار نیروگاه نورک ربط میداد، حالا افزایش طلبات در فصل سرما به نیروی برق را دلیل کمبود آن نامیده است. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت سوامی خالدنگی برق تاجیک در صحبت با هفته‌نامه SSSR گفت هر فصل زمستان طلبات اهالی کشور به استفاده نیروی برق افزوده، تامینات آن حال پوره از فعالیت نو به نورک وابستگی دارد. امسال از روی حسابات متخصصان نو به نورک با معیار مقرری آب پر کرده شده است. به این هم از روی تحلیل و نشاندادهای متخصصان همه ساله در فصل زمستان تا 1 میلیارد و 6 میلیون کیلووات ساعت دیفیسیت برق را داشته، برای استفاده در روزهای خیلی سرد باشد حتما 220 یا 500 کیلووات ساعت برق ذخیره کرده می شود. با فرا رسیدن سردی های روزهای اخیر محدودیت برق را در شهر و نویه‌ها زینه به زینه کم کرده، همین حالا تنها در وقت شبانه از ساعت 23:00 دقیقه تا 05:00 دقیقه صبح برق قطع می گردد. روزانه قریب در اکثر شهر و نویه‌ها برق بدون محدودیت استفاده شده ایستاده است. تاکید کرده است ناظر جان یادگاری سخنگوی برق تاجیک در ادامه صحبتش گفته است که تنها پس از پوره به کار شروع نمودن تمام چرخهای نیروگاه روغون، ریچه با معیار استفاده برق در کشور در فصل زمستان از بین خواهد رفت. تا پوره به کار انداختن تمام اگریگات های نیروگاه روغون ما باید برق را صرف کارانه استفاده بریم تا در روزهای سرد به کلاپس انرژتیکی گرفتار نشویم. مردم در فصل زمستان اسباب و لوازمات برقی را خیلی زیاد و بدون صرفه‌گذاری استفاده میبرند که این به زود از کار برآمدن ترانسفورماتورها آورده میرساند. متخصصان شبکه‌های برق شهر و نویه‌ها به تعمیر ترانسفورماتور و ناقل‌ها مشغولند. برق را عاقلانه باید استفاده برد تا اینکه بی برق نمانیم. ابراز داشت ناظر جان یادگاری. تاجیکستان اینک چندین ده ساله باز در هر فصل تیرماه و زمستان به کمبود شدید نیروی برق گرفتار می شود و از ماه اکتبر تا اپریل به ساکنان مناطق دهات این کشور در شبانه روز همگی چند ساعت برق میدهند. مقامات مردم را امیدوار کرده بودند که بعد به کار انداختن چرخ اول نیروگاه روغون لیمیت برق در کشور تمام می شود. سال 2018 در پی مورد بهره برداری قرار گرفتن چرخ اول روغون، پرزیدنت امامعلی رحمان نیز همه را اطمینان خاطر داده بود که افسانه لیمیت برق در تاجیکستان با امین مال تاریخ شد. ولی با وجود به کار در آمدن الکی دو چرخ نیروگاه روغون، کمبود نیروی برق در کشور همچنان احساس می شود، به خصوص در فصل سرما. در حالی که مقامات افزایش طلبات به نیروی برق را مقصر می دانند، بسیاری ها بر اینند که سببگار کمبود نیروی برق در فصل زمستان به خارج فروختن آن است. بسیاری ها از جمله افغانستان را مثال می‌آورند که با وجود یک کشور جنگ زده بودنش حتی در دوردستترین دهات‌هایش در فصل زمستان با نیروی برق تامین می‌کند، از جمله از حساب برقی که از تاجیکستان می‌خرد.